Assalomu alaykum bینندگان عزیز. بینندگان عزیز ای حد زیاد شلپر شدیم. خواد نمونده است. یکم قینتر دست کار. مقصد کی بلدوزر آوردیم دیدی در نوارهای گذشته همه را تیکس کردیم. این طرف هم تماشا کنی. انا برادر عزیز. در جاها برادرها کندوره ها بودن دیدیستی که تیکس کردیم اینا را زمین نشدن ولی زمینشون کرده استیم. جدا خونه کندوره یعنی که خونه قدیمه وقتی که چپا میشه میریزه هم یک تیپچه میمونه هم تیپچه را کندوره میگیم. همینجا 4 تا 5 تا کندوره بود. همینجا رو تکس کردیم اینا برادر دیدیستی. اینا همینجا همه اینجا سنگ چیندیم. انا اینجا را خلافتگی تا و آخیره بعدی تکس کردن چیزی آوردیم چیزی خط سوز کردگی تماشا کنید چیزی نابرومد نیست ای چیزی بخوات های یکم ویرون بود گرفتیم سوزش کردیم بازم ویرون شد باز سوزش میکنیم 3 بار ویرون شد 4 بار ویرون شد دیستی چقدر پرگی کردیم. زمین سخت در زمین سخت زندون ندارن دیگه. این خیلی لبکه نه این لبکوش همه شکستن یک تاش موندگی در این بینا یک ساید گرداشت این هم شکستن خارج گرد نه خیلی محکم میکنیم آهنه پیوان میشه. تراکتور خطی آوردیم با همین چیزیل یک بار چیزیل کردیم 4 ماشین سنگ بردیم همینجا یک چیزیل کردیم 2 ماشین سنگ بردیم دفعه دیم چیزیل کردیم اجاره بازم 6 ماشین شد بردیم شون دفعه 3 چیزیل کردیم همینجا موندگی ایره میچینیم دفعه 4 چیزیل میکنیم بعد سنگش انشالله که یگان 20 سانتی متر یک وجه 25 سانتی متر چقدر تازه میشه نه ایجا و ایجا بعد این امسالش بحثه برای که شلپر شدیم به حد سخت اگر هنگ نمونده است اونقدر حرکت کردیم که خیلی همش به خاطر باغ کردن باغ خیلی شکر الله که خیلی قریب اومدیم. همین روز سنگ میچینیم یک بار دیگر برنه نمیکنیم بعدی چیزی کمتر رشد میشه و جفتش میکنیم یک بار دیگر برنه بعد باغ نصیب باشه. انا برادر عزیز مرزی باغ گرانیته باغ جدا کردیم همین خیلی نهاله شنوندیم نمیدانم چند شنوندم حساب نکردم خیلی هستگی تا پایانه یلی اخیرش نیست ای باید باید پایانه برو طرف دیگرش هم خیلی شوه. انا همین خیلی برادرها بود دیده استی این تیرک های سفیدار تو در بین اینا یک تای بید دیگر هم نصیب باشه میشنونم بیده سال دیگر وقتی چسبید 1.5 متر میبرم نودکن رفتن گیره تیرک بلند شده رفتن گیره ای طرف برادران تصمیم گرفتیم مقصد همیه این تیرکی طرف 5 متر دور ای بلو تو پایانه میشنونیم 150 متر 150 متر 5 متر تیرکی طرف نهال میشنونیم 6 متر این طرف نهال میشنونیم نهالو یک دیگر 5 متر دور میشوند این طرف 6 متر تیرک هم خیلی شوندگی نمی خیلی رفتگی تا آخری باغ این طرفش یک سکنج دیگرش یک سکنجش محکمه یک سکنج دیگرش محکم نیست. اینجا با فیلم نمیرسیم برای بود کردن چون که وقت گذشته است. ما نهالا رو نشنوندیم نهالا رو شنوندن دکار باشون نهالا آوردگیم نهالا نمیرسن باز آوردن در کارای درستش حساب نکردیم که چند ساعتی خواهیم جا ما هم حرکت داریم که شدتر شود جاهایی که دیوال بدن جاهای سنگدار بدن سنگ چلی ما میگیم همین جا رو تازه کردیستم که شدتر شود باغ کلانتر شود. من هم خیلی برادر عزیز وقتی نوار گرفتن نیست یکونجا رفتن نیست همین دین روز تراکتورمون ویرون شده کنه می بردیم با سنگ یک تراکتورمون مفتش کن سپلینش کن او ای او گذشت دیدیش برای همون امروز با بگه سازش میکنیم ریمونت کرده ایستیم سازش میکنیم سنگ میکشیم
برنامه میکنیم جفت میکنیم باز برنامه میکنیم بعد نهال شنوندن رو میگیم پگاه دیگر نصیب باشد سر میکنیم شنوندن نهالا نهال ما اینیم کمتر زیادتر ممکن برسد تا اینیم کمتر زیاد همش نمیرسد نکی بو میریم نهال میریم برادرو میشونیم فراموش نکنه که هر وقتی که گذر تو غلطی دمی طرف یک باغ همیشه دوره برادرو هر وقت گذشتی به پروا میتونه که ای میوهش بهره بره خیلی نیک شما دوره انا مقصد که رفت اومد نداره شناسی نیست دیگر گفته دلیو نشه که میوه را خری برادرو هر یک لایکی که شما میبینید هر یک تماشایی که شما میکنید همو سهم گذاره در همین باغ توقع داری باغ نه برادرای عزیز همین خیل دستم دیگه قوت ندارن دست سنگا یه میگن دستی دهخان کربور زیادتر ای تا بگه هم میزنیم اول ساعت نو 10-11 سهری ای تا بگه نمیدونم چه میشه این روز یک برادر اومد گفت که تنک کرده چی با یکسیم زندگی تنکت میکنم خیلی عیه برادر رو زنده باشه در امان الله باشه باز با میخریم نه برادر رو یک تا موزه یفتیم برادر نگه کنیم موزه را این موزه سالهای 90 ای برای چی میگم موزه سالهای 90 برای کلیوش بینه چند تا کلی داره یک تا دو تا سه تا کلی رو برو داره اینا یگان جای کلی نو کردن نداره نگه کنی برادرای را چی نشون دادم ایرا برای چی نشون دادم برادرها برای آن نشون دادم که در وقتی 20 سال پیش 25 سال پیش 30 سال پیش دوره قحطی بود بگیم خودم چرم یافتم گفتم یک پاپوشه بدوزم چندین برو حرکت کردم ای دست نامد می دادیم یکی امروز که همه چیز هست دیدی که پاپوشی چند تا کلی داشت با همین خیلی میپوشیدنش روز میگذشت حاضر پاپوشی هم موزه بگیم موزه رزینی را میشکوف کرده است میشکوف کرد که نمیبینیش اما را نمیپوشی برادرها شکرانه نعمت های الله کردن در کار شکرانه تنجی و امانی کردن در کار تنجیم با قدر تنجی رسیدن در کار برادرها و برادرای عزیز باید هر یکی ما سهمگذار باشیم در آبادشوی پیشروی وطن عزیز تاجیکستان عزیز خونه اول خونه ده جماعت ناحیه شهر در هم هر کجا برای پیشرفتی وطن برای پیشرفتی تاجیکستان خواهی که آباد شود تاجیکستان ای خودت باید اول سر کنی اول خطه آباد کنی چی با برای اون که تاجیکستان خودت هستی برادرای گلدرای ما بیدار شده است ماشین مایده دیگه نمیگذاریم امروز اجاره میخوره یک ساعت بعد به اون طرف میره نیم ساعت بعد به این طرف میره همین خیل رشد میکنه چقر میکنه همین خیل فقط مونده است همین تیز چلوی 41-45 تکنیکل مدگه همیشه نهال آورده سیم برای شنوندنی السلام علیکم برادرای عزیز با اومد بهار دریای ما هم شروع کرد و سر ویرون شدن من ناو سرشوی شای راهی ما را خورد که ماشین نمیگذاره تکنیکه نمیگذاره
Traktörü megzaçtan yak traktör gizleşteki yak traktör ekmuni biliyorsun ateşil gizleşteki o taraf ve de taraf güzelmiş vayrun üstteki Сцепление муфтиш часпидаги ай. Бабур скоро завод кардан омадеша манга бояд бигзара. Мо ҳам омадем инҷа ки бигзаронем. Овозош пайдо шуданд. Бародаро ба омадмати Рамазон ҳамаи шуморо табрик мегӯям. Иншоаллоҳ худованд сабру тоқат бития. Як тараф Рамазон омадаги ай. Ана тарафи дигар боз ин дарди сар коронавирус ай карантинан бародарон иншоаллоҳ ки коронавирус дар ҳамин Рамазон дур мешавад. Иншоаллоҳ. Пули мо бачаҳо ягона пуле ки зиёда аз 1 сол шуд истодагӣ ай. Дар 1 сол 5-10 кубрик мекарданд мардам. Ме ки 1 пул соз кардем, шукри Аллоҳ ки қарор ай истодагӣ ай. Я пул кубрикчаи майда. Ина трактори мо ҳам омад. Майда. Гуфтанд плуга ай қафош бигирем, тередок надора. Не гуфтем ки плуга нагире, барои бори вазмин қафоро биҷиқа, бичаспа буброя. Ҳамин хел омада истем. İnşallah vurma. Aşkı. Ya traktörü muam güzel. Mob garden biririm.